بریم سیستم جنسی نرتنها. اصلا نرتنها هم حیوان‌های جداجنسی هستند و هم حیوان‌های چی هستند؟ خنثی هستند. یعنی بعضی نماینده‌هاش خنثی و بعضی نماینده‌هاش میشوند جداجنسی. اصلا نماینده جداجنسیش نرتنهای سرپای، این سرپایا است. نرتنهای سرپای قطعی نرتنهای دوپله جداجنسند. این نه جدا ماده نه جدا. نرتنهای شکمپای چگونه میشوند؟ خنثی میشوند. خب افزایش جنسی نرتنها. اصلا نرتنها افزایششون، همه نرتنها افزایش جنسی دارن. جنسی در یگان نرتن افزایش غیر جنسی دیده نمیشود. همه نماینده‌هاش افزایش جنسی هستند. خب از مثال در اینجا افزایش جنسی نرتنهای دوپله نشون شده است. نرتنهای چی؟ دوپله. خب نگاه کنید، این جنسی میشود، این جنسی مادینه است، این جنسی نارینه. خب مادینه تخم‌جره میگذارد، نارینه نطفه میگذارد، باردارشوی میشود. معنی که باردارشوی شید، انا که از تخم‌جره‌های باردار شده پیدا شد کرمینه که نام دارد گلوخیدیا نام دارد. یعنی کرمینه نرتنهای دوپله را چی میگن؟ گلوخیدیا نام دارد. ما افتادیم که نرتنهای دوپله اینکشافشون چگونه است؟ با متامورفوز، یعنی کرمینه دارن. کرمینه‌شون نام داشته چی؟ گلوخیدیا. خب وقتی که گلوخیدیا یعنی کرمینه حاصل میشود، نرتنها گلوخیدیا را، کرمینه خود را با شست بلند تله داده به بدن ماهی دنگل میتیند. به بدن ماهی کرمینه کمتر چسبک است، در بدن ماهی چسبیده کمتر یک مدت معین مفخرانه زندگی میکند. مفخرانه وقتی که کرمینه کمتر کلان میشود، بعدن کرمینه از بدن ماهی افسیده، این از بدن ماهی میافتد و باز به فرد بالغ چیکار میکند؟ تبدیل مییابد. یعنی انکشاف کرمینه‌اش، انکشاف کرمینه نرتنهای دوپله در کجا میگذرد؟ در بدن ماهی ها میگذرد. این گلوخیدیا است. می‌بینید این رسمی گلوخیدیا، کرمینه نرتنهای دوپله. خب افزایش جنسی نرتنهای سرپای. نرتنهای سرپای نیز افزایش جنسی دارن. نکته این میشود جنسی مادینه، این هست جنسی چی؟ جنسی نارینه. جنسی مادینه، جنسی نارینه. نرتنهای سرپای نیز حیوان‌های جداجنسی هستند. خب مثلا در نارینه چی حاصل میشود؟ نطفه حاصل میشود. در مادینه چی حاصل میشود؟ تخم‌جره حاصل میشود. خب نارینه با واسطه مخصوص عضو هکساکوتیل میگویند. هکساکوتیل قطعی سلام قسمت اینجا با نطفه‌های خود را به بدن مادینه میگذراند. یعنی مولابچه‌های باردار کننده دارد. توسط مولابچه‌های باردار کننده‌اش ماده در این مخصوص عضو است، مخصوص رشته است، هکساکوتیل میگویند. با واسطه همون مادینه را باردار میکنند. یعنی باردارشوی داخله دارند. در باردارشوی در بطن جنسی مادینه به عمل میاد. وقتی که باردار میشود، تخم‌جره باردار میشوند، یک چند تا تخم‌جره باردارشو حاصل میشود و همون تخم‌های باردارشو را تولید میکند. جنسی مادینه تولید میکند و از تخم‌های باردارشو یک چند مدت پس کرمینه‌ها برمیآیند و کرمینه‌ها اصلا این حالت خور هستند و یک چند مدت گذشته به فرد بالغ تبدیل می‌یابند. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.